فرودگاه بین‌المللی شهر قرغن‌تپه مرکزی ولایت ختلان از کار باز مانده بیش از 120 نفر کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده است. در این فرودگاه تا 200 نفر فعالیت می‌کردند. در فرودگاه بین‌المللی شهر قرغن‌تپه روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند یگانه شرکت روسیه که در مسیر قرغن‌تپه مسکو قرغن‌تپه پرواز انجام میداد از این مسیر هم دست کشید. این پرواز یگانه منبع درآمدی فرودگاه بود. شمس ایسویف یکی از مهندسان فرودگاه بین‌المللی شهر قرغن‌تپه در صحبت با رادیو آزادی گفت او نیز در قطار بیش از 120 نفر به رخصتی بیمزد فرستاده شده است و از ماه آگوست این جانب بیکار است. چندی از کارمندان دیگری سابق این فرودگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند به رخصتی بیمزد فرستاده شدند. کارمندان امید دارند که با رسیدن موسم بازگشت مهاجران در ماه اکتبر و نوامبر پروازها به سمت قرغن‌تپه از سر گرفته شده کارگران نیز می توانند دوباره به کار برگردند. اما در فرودگاه قرغن‌تپه گفتند که هنوز با شرکت شرطنامه ندارند و معلوم نیست آیا یگان شرکت به این فرودگاه پرواز انجام می‌دهد و یا نه. نادر رسولوف که چند سال نمایندگی شرکت هواپیمایی خارجی را در تاجیکستان بر عهده داشت و عین زمان به فروش بلیط‌های هواپیما مشغول است، در صحبت با رادیو آزادی گفت ویژگی بازار پروازها در تاجیکستان این است که اکثریت مسافران ما یک سمته است، یعنی اکثر مهاجران در آغاز موسم میروند و تیر ماه برمیگردند و از این رو اکثر پروازها از یک سمت پر میشوند و شرکت مجبور است خراجات دو سمت را به نرخ چیپتا ضم کند. ولی در پی بحران مشتریان پروازهای یک جانبه هم شدیداً کاهش یافتند. بنابر آمار آخران وزارت مهنت تاجیکستان در نیم سال جاری شماره مهاجران 21% نسبت به سال قبلی کاهش یافته، همگی کمی بیش از 242,000 شهروندان تاجیکستان به مهاجرت رفتند.